در این ویدیو قصد داریم مراحل نصب نرم افزار این دیزاین رو به شما آموزش بدیم و نرم افزار رو به شما معرفی کنیم که برای چه کارهایی استفاده میشه. بنده فرزانه طاهری هستم، مدرس دروس فنی مهندسی کامپیوتر. نرم افزار ادوب این دیزاین یکی دیگه از نرم افزارهای کمپانی ادوبی هستش که همه ما میشناسیم. همه دانش آموزان یک مدرسه جهت طراحی یک بروشور یا ماهنامه مخصوص مدرسه تا بزرگترین ناشران و شرکت‌های چاپ و تبلیغات میتونن ازش استفاده کنن. همطور که متوجه شدید برای کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ، انواع فرم ها و گواهی از جمله مواردی هستند که در حرفه‌ای ترین حالت ممکن در نرم افزار این دیزاین امکان صفحه آرایی هست. پس نرم افزار این دیزاین برای صفحه آرایی هست. شما میتونید در این نرم افزار تصاویر و حروف رو به صورت خیلی خاص و جذاب در کنار هم قرار بدین. کاربردهای نرم افزار همطور که دارید مشاهده میکنید به طراحی روزنامه، صفحه بندی، کاد بندی، ستون بندی و حروف نگاری هستش. بازار کار این نرم افزار همطور که دارید مشاهده میکنید میتونید انواع مختلف کاتالوگ، بروشور، دعوتنامه و تبلیغات چاپی رو طراحی کنید، کارت ویزیت های مختلف، تقویم، سالنامه و کتاب های مختلف چاپی و الکترونیکی رو طراحی کنید. شما میدونید که نسل کتاب، تقویم و مجلات یا کارت های ویزیت از بین نمیره و یک زمانی دیگه ما مثلا نمیتونیم بگیم نیازی به کتاب و یا کارت ویزیت، تقویم و چیزهای دیگه نداریم. پس کارت ویزیت، طراحی کارت ویزیت، طراحی کتاب ها دائم وجود داره و شما میتونید از این نرم افزار در بازار کار خیلی به صورت کاملا حرفه‌ای ازش استفاده کنید و درآمد فوق‌العاده‌ای داشته باشید. حالا بریم سراغ نصب نرم افزار. شما هر نرم افزاری که بخواید نصب کنید باید فایل نصب اون رو از سایت‌های معتبر یا سایت ادوبی دانلود کنید یا CD نرم افزار رو از خدمات کامپیوتری ها خریداری کنید. خب حالا ما فایل نصب رو تهیه کردیم، اما قبل از نصب باید مراحل امنیتی رو انجام بدیم و اینترنت رو غیر فعال کنیم که من این قسمت غیر فعال سازی سیستم امنیتی کامپیوتر رو به صورت کامل در ویدیوی مجزایی قرار دارم. میتونید وارد کانال صدفان پیسی بشید و پلیلیست مربوط با نرم افزار این دیزاین رو کلیک کنید و ویدیوی مربوط به غیر فعال سازی سیستم امنیتی کامپیوتر رو در زمان آپدیت و نصب نرم افزار مشاهده کنید. امیدوارم که از این سبک آموزش خوشتون اومده باشه. اگر به دنبال آموزش‌های جذاب نرم افزارهای کامپیوتری مثل پریمیر، ایلیستریتور، افتر افکت، این دیزاین، اودیشن هستید به صورت کامل آموزشش رو با لذت فراوان به شما منتقل میکنم. بدون شک کانال من رو دنبال کنید. چشم به راه، منتظر حضور گرم شما هستم.